پس تحت هیچ شرایطی به کف سر مواد نخوره، به ریشه مو مواد نخوره. مواد کراتین نسل جدید نسبتاً بیس روغنی دارن، به خاطر همین به اندازه نیم سانتی یکم خود مواد به سمت ریشه حرکت میکنه و وقتی شما 2 سانت مونده مواد رو به ریشه میزنی، خودش ناخودآگاه یکم به سمت ریشه میره. پس نگران قسمت ریشه مو نباش. نکته بعدی اینه که موادتون رو درست انتخاب کنید. بعضی از موادها چون بیس روغنی دارن یک مقدار سنگین‌تر هستن و موهایی که ریشه نازکتر و سست‌تر و ضعیف‌تری دارن، خب قطعاً این مواد اگه به مو بخوره سنگینی میکنه و باعث ریزش مو میشه. پس موادی که انتخاب میکنید خیلی حواستون باشه و درست انتخاب کنید. اگر آسیب شناسی درست و تشخیص انتخاب مواد درست، تعداد دفعات اتو کشی، درجه حرارت اتوتون درست باشه، مطمئن باشید درگیر ریزش مو نمیشید. خیلی خوشحالم که تا اینجای ویدیو با هم بودیم. لایک، کامنت و سابسکرایب یادتون نره. امیدوارم از این آموزش لذت برده باشید.